بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية. هناك ما درسي خود را دوام میدیم از کتاب الأربعون النووية، یعنی 40 حدیث امام النووي. درس امروزی ما تحت حديث 28 است. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. خب، مهم يعني حديث 28 از ابو نجیح العرباض بن ساریه رضی الله عنه روایت میکنیم که گفت روز پیغمبر الله صلی الله علیه و علی آله و سلم برای ما موعظه یعنی نیکویی کرد که از آن در دلها ترس افتاد و از چشمها اشک جاری شد. پس گفتیم گویا که این موعظه وداع است، یعنی که مانند یک موعظه آخرون و خیر و منظور کننده باشد. پس ما را وصیت کن. گفت شما را به تقوای الله غالب و توانا و گوش کردن و اطاعت کردن وصیت میکنم، اگرچه بنده حبشی بر شما فرمان روایی کند. پس به درستی چون کسی از شما زنده بماند اختلاف بسیاری را خواهد دید. خیلی که امروز دیده سم اختلاف. پس شما را به پیروی سنت من و سنت خلیفه های راشدین که هدایت یافتگانند ترغیب میکنم که حرکت کنید که به سنت عمل کنید. این را به دندان بگزید، یعنی سخت گیرید و نگه دارید و شما را از کارهای نوآوری هشدار میدهم. پس هر بدعت گمراهی است. کدام نمود بدعتی که نباشد در همینجا استثناء نیست. این ملاهای ما از کجا با بدعت حسنه میابند این خودشون میدونن. این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردند و ترمذی گفته است که حدیثی حسن و صحیح است. شیخ البانی هم یعنی که حدیثی صحیح گفته است. شیخ مقبل الله رحمتش کنه گفته است که یعنی که حدیث یعنی که به سبب دیگر به دیگه اسنادهایش یعنی که به درجه حسن است، یعنی که حتی به درجه صحیح هم رسیدنش ممکن است. این بود. بارک الله فیکم. یعنی درس امروزی ما الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، بعض روايتهم ديست، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نكتفي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.